السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهرانی که امروز ما را میشنوند و همه کارگران شبکه جهانی بسیار حق، امروز در تاجیکستان، من ابو عثمان از تاجیکستان هستم، زاده یکی از شهرهای همین تاجیکستان، کلاب باستانی، و به مردم تاجیکستان چنین خطاب کرده گفتنیم که برادران، امروز شما از خواب غفلت بیدار شوید. دیگر آن مولا پرستی و ایشان پرستی، شیخ پرستی را رها کنید، حاجی پرستی را رها کنید و از دنبال مردم اهل بدعت سرگردان نشوید. دیگر آنها نه به منفعت دین شما و نه به منفعت دنیای شما کار نمیبرند. چگونه که امروز خود شاهد هستید، همه آن ایشان و حاجی و ملاهایی که شما آنها را قدردانی میکردید از روی نادانی، امروز همه آنها در برابر همه این ظلم های طاغوت، در برابر همه ظلم های این نجسان سکوتند و باز برای شما هر خیل راههایی را راهنمایی میکنند تا که شما همون ناموسی که دارید همون را از دست بدید. و امروز کسی برای شما دین شما را، شریعت شما را همین خیلی آورده پدرته نمیکنه. هر نفری که میخواهد که قانون الله حکمران باشد، او را به دست خودش میسازد. چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم به دست خودش و به یاردم صحابگانش، به یاردم مؤمنان واقعی جهان را اسلامی کرد. اسلام تا به ما آمد رسید به دست کی؟ به دست اصحاب، به دست مجاهدان راه حق. و این امانت را باید ما سالم به دست دیگران رسانیم و الا منافق در نزد خداوند میشیم به این خیانتی که در دین کردیم. بیدار شوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.